درود خدمت همراهان همیشگی کانال پارسا رادار. دوستان این نقاشی رو یادتونه که چجوری بهش رسیدیم؟ بهتون توضیح دادم جلسه قبل، ویدیو قبلی. ضریب 57 بود روی نقاشی نیکولا تسلا که ما اونو اومدیم ادامه دادیم و گفتم میگم چرا اینا رو برعکس میکنیم. آلبرت اینشتین یه نظریه داره که میگه آقا انرژی برعکس هم وجود داره دیگه. یعنی بیگ بنگ اول یه دونه انرژی بوده، جمع شده بعد بر اساس نیروی دافعه حالا این ور اون ور شدن پرت کردن هم دیگه، در اصل منفجر نشدن. بعد رفته اولین اتم به وجود اومد و دیگه توی جدول تنوع عناصری شماره عنصر هست و اینا که دیگه رفته سیارات درست شدن اینجور داستانا. ما الان زیاد کاری با این نداریم، ولی ببینید دوستان، این اگر خود نقاشی عذرخواهی میکنم، این اگر خود نقاشی باشه دقت کنید، میبینید دو تا رابطه فیبوناچی هم داخلش هست که من با اینجا با رنگ صورتی کشیدم. یا مثلا اینو میبینید، ببین این خطوط از هر عددی که رد شدن ما اومدیم اینا رو تبدیل به اعداد تک رقمی کردیم که شدن این اعداد. میبینید پر رنگش کردم. و جالب میدونید کجاه؟ 4 و 2 میشه 6، 1 و 8 و 6 15، 5 و 1 6، 7 و 5 و 3 میشه 6. خب 2 تا بود دیگه، ما 2 تاشو از هر عددی که رد شده اومدیم اینجا پررنگ کردیم روشو. این یه قسمته از 11 تا 143 شروع میشه تا 144، این هم یه قسمته که از 13 تا 144 شروع میشه، 143 یا 144 بچه ها، 143. میبینید ما اومدیم به این اعداد رسیدیم و طبق تئوری آلبرت اینشتین که دیگه همه میشناسیمش، هم تسلا رو میشناسیم، آلبرت اینشتین رو یه دوره هم با هم بودن این دوتا دوستمون. حتی یه بارم از آقای اینشتین میپرسن که چرا باهوش‌ترین فرد روی زمینه، میگه این سوالو باید از خود تسلا بپرسید نه من. ببینید اومدیم به یه شکل دیگه رسیدیم، به این نقاشی عجیب دیگه. بچه‌ها من فقط میخوام یه چیزی در مورد این نقاشی بگم، چه این نقاشی چه نقاشی قبلی که تو ویدیو قبل توضیح دادیم. ببینید من اینا رو هر جوری بررسی کردم این چند ساله، به کلمه انرژی رسیدم و به برعکسش رسیدم. و خیلی جالب با جدول تنوع عناصر اینو بررسی کردم، دیدم ای بابا مثلا چه چیزایی هست، این اعداد الکی اینجوری نمیشه. بچه فقط یه چیز در مورد من بدونید من نه ریاضی دانم، نه فیزیک دانم، نه شیمی دانم، نه دانشمندم. منم یه آدم عادی هم مثل شما و نه رمزگوشا. منم یه آدم عادی هم ولی علاقه عجیب غریبی به رمزگشایی دارم. خب نشستم اینو تا حدودی رمزگشایی کردم و در مورد این نقاشی متاسفانه یه چیز خوبی متوجه نشدم. امیدوارم من بد متوجه شده باشم. ببینید من این نقاشی همه رقمه دارم بررسی میکنم، نمیدونم به نظرم این نقاشی تکمیل نیست، یا خود نیکولا تسلا اینو تکمیل نکشیده یا جلوتر از ما خیلی وقت پیش رمزگشایی شد و با یه تغییرات ریزی در اختیار ما گذاشتن. باز من نمیدونم و من این 2 تا نقاشی حتما در اختیار شما فایل پی دی افش رو قرار میدم. تا ویدیوی بعدی بدرود.